سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. انشاءالله یک شنبه خوب و عالی رو سپری کرده باشین و انشاءالله روز دوشنبه که داره میاد براتون سلامتی، برکت، رزق و روزی فراوون باشه انشاءالله. میخوایم از خودمون تشکر کنیم. من عاشق خودمم. میدونی چرا؟ لا از خودتون تشکر کردین که بگین سلام خودم میخوام از خودم تشکر کنم. سپاسگزارم از خودم که در تمام سختی ها در کنارم بود. از خودم حتی وقتی بارها خودم رو سرزنش کردم در کنارم بود و مراقبم بود. باز ادامه داد و منو رها نکرد. از خودم که زیر فشار نفس کشید و قدمی جلوتر رفت وقتی توان راه رفتن نداشت. از خودم که در سکوت بارها شکست خورد. خودم افتخار میکنم که در برابر سکوت شکست خورد ولی ادامه داد. دوست دارم خودم و عاشق خودم هستم. همه باید اینجوری باشن دوستان. اول به خودتون احترام بذارین، اول به خودتون سلام بگین، اول به خودتون اهمیت بدین، بعد دیگران. میخوای ثروتمند بشی؟ سوره زاریات رو بخون، سوره واقعه رو بخون و سوره مزمل. ببین چجوری رزق و روزی فراوون برات میباره. پولدار میشی، وضعت خوب میشه. آیت الکرسی، ناس و فلق، این ستا رو بخون و بچه تو از آسیب در امان نگه دار. بچه های خوب و صالحی هم میخوای بچه حرف گوش کن، میخوای سوره نور و سوره ابراهیم آیه 40 رو بخون. ازدواج خوبم میخوای سوره یاسین و سوره قصص آیه 24 رو بخون. عهد رو میخونیم و یه سلام قشنگم میدیم به امام زمان جونمون که ازمون حمایت کنه. اگه میتونین یک آل یاسین بخونین، دعای فرج بخونین، 7 بار آیت الکرسی میخونیم و 7 بار فوت میکنیم به سمت خانوادمون که باعث میشه کسی اونا رو جادو و طلسم نکنه. یک حصار قرآنی دورشون باز میشه. 14 بارم اگه سوره کوثر رو 12 شب به بعد بخونی، فردا که از خواب بیدار شدی یک روز پر رزق و روزی و پر برکت و پر از سلامتی، نشاط و سالمی و آرامش در انتظارته. فقط 14 مرتبه سوره کوثر رو بخونین. خیلی هم آسونه. 3 تا روز اول هفته حتما بگو ماشاءالله لا قوت الا بالله علی العظیم. میخوای از شر، بلا و چشم زخم خانوادت دور باشه، کافیه 1 بار 4 قلو بخونی. بخون و بچه تو از شر و بلا دور کن. میدونستی خوشبختی 3 تا قانون داره؟ 1. فراموش کردن تلخی های دیروز، شمردن خوشی های امروز، امید به فرصت های فردا. وقتی سهم هر روز ترین گره ها باز نشد، هر کاری کردی گره کور باز نشد، کافیه توسل کنی به خانم ام البنین. بلند شد 2 رکعت نماز بخون، یه دونه 5 تومانی یا 50 تومانی یا 500 تومانی بذار زیر سجادت. نمازت که تموم شد اون پولو صدقه بده. هر حاجت محالی داشته باشی حاجت روا میشی، چون پای خانم ام البنین در میونه و خانم ام البنین دست رد به سینه کسی نمیزنه. اگر میخوای زیاد عزیز بشی، همه دوستت داشته باشن، هر جا میری همه عاشقت بشن، ذکر العزیز رو روزی 55 مرتبه بخونی.
اگر گره های زندگیت باز نشد، هر کاری کردی باز نشد، ذکر یا فتار رو 110 مرتبه بخون. اگر میخوای هیچ وقت مریض نشی، صبحها که از خواب بیدار میشی 33 مرتبه بگو یا رؤوف. من برای مشتری مغازه بگم دوستان، بیشتر دوستان میگن مغازمون مشتری نداره، هر کاری میکنیم مشتری نمیاد. یک ذکر قوی و مجرب بهتون میگم انجام بدین، مغازتون قلقله مشتری میشه. ذکر قوی رو بنویس بذار تو مغازت، بعد ببین چجوری مغازت قلقله مشتری میشه. پیامبر گرامی فرمودن یا الله و یا رب یا حی یا قیوم یا ذوالجلال و الاکرام یا ارحم الراحمین. اینو بنویس بذار در مغازت قلقله مشتری میشه. دوستان عزیزم، نظر نمک یادتون نره، نماز استغاثه به خانم حضرت زهرا این روزا خیلی حاجت روایی داره، چون که ایام فاطمیه است و شهادت خانم فاطمه زهرا نزدیکه. اگه میتونین نماز استغاثه بخونین، نمک پخش کنین، صلوات خاصه بفرستین، تسبیحات خانم فاطمه زهرا هم بفرستین. انشاءالله که یک دوشنبه خوب و عالی در پیش رو داشته باشین. الهی آمین. التماس دعا.